عروس گله بیاردیم جان دله بیاردیم عروس گله بیاردیم جان دله بیاردیم خان خاطر نیاردیم تی گل بستر بیاردیم عروس گله همینه ببین چی نازنینه عروس گله بیاردیم جان دله بیاردیم خان خاطر نیاردیم تی گل بستر بیاردیم مشت برر مشت خاخور تی چشم درویش بکن عروس گله بیاردیم جان دله بیاردیم. سلام حاجی نوروز. سلام عروس گله. خوبی حاجی نوروز؟ سلامت باشی حاجی نوروز. جان حاجی نوروز. میگونم خانه امسال کشت بکنی؟ 100% به کشاورزی بانم زمینه بکاری. ولی یه چیزی خم تو رو بگم حاجی نوروز. بگو عروس گله. حاجی نوروز دیو مورد دنباله بوده. دیو؟ آها. دیو نتونه تر دنبال دیو تر کاری نرمو حاجی نوروز دیو الان 2 روز جنگل من مورد دنباله بوده. دیو اگر بیه مو باید دست دیو سر بینه اما خانم کشاورزی شروع کنیم زمینه بکاری مگه بیلاتی دیو همه چی. حاجی نوروز مترسنم حاجی نوروز. نترس دیو تر کار نره که. خدا مورد دنباله بوده. نه دیو اگر بیه مو دیو سر بینه دیو تر چی کار داره؟ گوش بکن دیو صدا هنه حاجی نوروز. اشتباه نیه نازگل نیه اشتباه نکن عروس گل نازگل نیه بکن دیو صدا هنه حاجی نوروز مترسنم. دیو بیا بگونم و دیو کشم اینه دیو سر بینم حاجی نوروز دیو مارو این چوچی ما توی تو دیو حاجی نوروز مترسنم. حاجی نوروز رو بکتم خم بیام باره بگیره که تو ایران چی کار داری؟ حاجی نوروز ببین تو خم تی زمین سبز کنی آباد کنی من تو رو قول دنم امسال تی زمین برکت دنم آباد کنم از خدا خانم تو رو برکت بده ولی باید این دیو اول بکشی مگر نمو هیچ کاری تو رو نکنم. همینه که تو رو بکشم حاجی نوروز مشکلم تو باید اینو بکشی تموم بیام حاجی نوروز. عروس گلم بس خاکم نیستم مارو مو اینو برای چی کار بانم عروس گله کنه باشه مام دستم بدر عروس گله کنه باشه تو عروس گله را آخر چی کار عروس گله میشه بخوام عروس گله بابونم عروس گله تا آخر چو کاری بودیم این در بدر مام دستن عروس گله تو چی عروس گله میشه عروس گله میشه عروس گله اگر نبود من نتونم زمینه بکارم بهار نیانه من نتونم کشاورزی بانم رو خانم بهار بیا ما سیاسمستان دیو خشکی یه کار دیگه کنیم اقول یه کار دیگه کنیم چه بونیم؟ غول بدین غول بدین غولا انا زانه بجیر چولا ای غول بیابانی تو جنگل دلمانی ای غول بیابانی تو جنگل دلمانی تو خلص خوکمانی برات دست بگیرم این سر جی اصلا جنگ کنیم قبول کشته گله مردی هر کس شکست بده عروس گله ناز گله معلوم شی تو خواهی شکست بدی؟ هر کس خواهی شکست بدی؟ مام دستن بدر بلند نکن مام دستن بدر همون جنگ مام دستن مارو برا باشه ناز گله تنایسته عجب کاری بودیم جنگ بانیم کشته گله مردی بیا جلو خدایا با امید تو یا علی مارو عجب کاری بودیم ایرا بیا جلو بکشتم دیو بکشتم عروس گله دیو بکشتم نه بکشتم عروس گله بیاردیم جون دله بیاردیم خان خاطر نیاردیم یه گل به سر بیاردیم حاجی نوروز من به قول خودم وفا کنم چه زمین آباد کنم از خدا خانم چه زمین سبز کنه آباد کنه خدایا شکرت عروس گله جان
مغال بدم دیو شکست بدم. تو به قول بشیم خودت همین وفا زندگی بکنی. سر. نه تو به قول خودت وفا بکنی. اول من به قول خودم وفا بکنم بعدن. الان ممتصر دخلم. بیا تیم را کمک بکنه. چه زمین کشت کنه سبز کنه بعدش. رئیس ممدسون بگو بیا زمین بکاری. ممتصر های. بیا دیو بکشتم زمین بکاری. کمک بکن زمین بکاری. خدایا شکرت. خدایا شکرت. خدایا شکرت. بنفش گل بیرون به محبیت ببرچی اهده گو گفتی بی وقت بهر آیم تیور با خنده گل بارن سبزان سرغاست بو بنفشه فصل بهر با محبیه می دل بو بست زنده عزیت ببردی تو مگر قولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره عزیت ببردی تو مگر قولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره معرفی کنید خودتون رو، کار رو و حالا از کی شروع کردید و سلام قربان، خسته نباشید. من متشکرم. تشکر کنم از همه شما دوستان عزیزی که خیلی زحمت میکشن از خواهش می‌کنم. اول صبح، علاوه خصوص از ریاست محترم سازمان حاج آقا نصرپور عزیز، جناب آقای سیفی پور و همه همکاران تشکر قدردان میکنم. در خدمتتونیم با گروه عروس گله به مناسبت مراسم سال نو. معمولا در گیلان و مازندران در شمال کشور اجرا میشه، ولی خب در گیلان ما به طرق مختلف در انواع اقسام مختلف با گویش‌های مختلف این نمایش اجرا میشه با نفراتی بیشتر، ولی خب با توجه به ضیق وقت اینجا مسکن و خلاصه و مختصر و مفید بتونیم نمایش در خدمت شما باشیم. یکی از زیباترین نمایش‌های آیینی استان گیلان و حالا خطه شمال کشور است که توی استان‌های دیگه مقداری متفاوته، اما یکی از زیباترین نمایش‌هاست. حالا معمولاً بیشتر توی ایام نوروز میپردازن بهش، ولی خب تفاوتی هم نداره، چون میگم یه نمایش جا افتاده قدیمی هست، همه لذت میبرن ازش. دوستان رو معرفی میکنید؟ اگه میخواید میکروفون رو بدید خودشون اصلا معرفی کنن خدمتتون. با عرض سلام، امیدوارم که تونسته باشیم این برنامه رو به خوبی اجرا کرده باشیم. بنده داوود خردمند هستم از منطقه بیوالان کلاچای. متشکرم. این دوستمون هم ماشاءالله تنومندم است. من فکر می‌کردم اینطوری طراحی شده، ولی نه خودش ماشاءالله بزنم به تخته. آره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید میگم. ابراهیم محرمی هستم از چابکسر. به به. سمت غرب گیلان. مخلصی. بله، شما بفرمایید قربان. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران پشت صحنه و همونایی که زحمت می‌کشن. مسعود ظهیری هستم از خدمت شما. خواهش می‌کنم. خیلی لطف کردید تشریف آوردید. آرزوی موفقیت میکنم براتون. شما نقش عروس گله داشتید دیگه؟ آره بسیار عالی، خیلی متشکرم. من یه تشکر کوچولو ببخشید از شهرداری و شورای محترم شهر رودسر حاج آقا خداداد قنبرزاده داشته باشم و سرکار خانم منتظر دبیر جشنواره بومی محلی شرق گیلان. آره کمک کردم به برگزاری جشنواره‌های بومی محلی. متشکرم. آرزوی موفقیت میکنم براتون. ایام خوشی داشته باشید ان شاءالله. خب اما میخوایم بریم یه بخشی از برنامه صبح و نشاط که همون صبح آغاز شبکه شما